امام نووی یک باب مخصوص در باب استغفار، یعنی آمرزش گناه، طلب کردن از خدا و فضیلت همین استغفار چه فضیلت ها داره، چه اجر و ثواب و پاداش ها داره. در باب استغفار از جانب خداوند در قرآن عظیم الشان هم در حدیث ها از پیغمبر خدا امر وارد شده. خدا هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بنده ها را امتشان به استغفار امر کرده هستند. بنابراین باید هر بنده مومن حداقل هر روز 100 مرتبه کلمه استغفار را باید ورد کنه، وظیفه کنه برای خودش. قال الله تعالی واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. خداوند در قرآن عظیم الشان خطاب به پیغمبرش میگه که پیغمبر تو برای جمیع مؤمنها و مرد و زنهای مؤمن از خدا آمرزش گناه طلب کن، استغفار کن. واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. جای دیگر خدا میگه پیامبر از خدا آمرزش گناه طلب کن، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. ما را خدا امر میکند به استغفار و وعده میدهد که من آمرزنده ام، استغفارهای شما را قبول میکنم. خلاصه آیه های زیادی به خداوند این امر در باب استغفار فرمودگی است. در باب حدیث هم معنی اغر المزنی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. این حدیث امام مسلمه. پیغمبر خدا گفتن که گاه گفتن در قلب من که حبیب خدا هستم گاه تیرگی پیدا می شود، کدورت پیدا می شود. برای رفع همین تیرگی کدورت از قلب من هر روز 100 مرتبه استغفار میکنم. گفتم این از خداوند آموزش طلب میکنم، آموزش. پس معلوم میشه که یکی از فایده های استغفار، یکی از فضیلت های استغفار این تصفیه قلب بوده است، پاک کردن قلب بوده است، مصفا کردن قلب بوده است. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. روایت دیگر در حدیث ابو هریره روایت میکند، میگه من به گوشهای خودم از رسول خدا شنیدم، از زبان مبارکشان شنیدم که حضرت میگفتن با قسم خورده، تاکید کرده که قسم به خدا که من هر روز زیاده از 70 مرتبه استغفار و توبه میکنم، از خدا آمرزش طلب میکنم و بازگشت به سوی خدا و توبه به سوی خدا میکنم، هر روز زیاده از 70 مراتب. بنابراین این سخنهای رسول اکرم برای ما و شما امت تعلیم است، درس است، تنبیه است که ما باید استغفار و وظیفه کنیم. استغفر الله و اتوب الیه، همین دو کلمه را ای خدا من از تو آمرزش گناه طلب دارم و بازگشت به سوی خودت دارم، از معصیت و گناه و از راه های شیطانی رو گرداندم و متوجه به سوی خودت و رو به سوی بارگاه خودت آوردم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. در این حدیث هم رسول اکرم گفتن که با قسم گفتن، با وقتی که حضرت یک مسئله به قسم میخورن یا یک مثلا قضیه به قسم میخورن، این دلالت بر تاکید همون امر میکنه. گفتن یکی از صفتهای پروردگار غفار و غفور است، یعنی هم آمرزنده هم بسیار آمرزنده، یکی صیغه مبالغه است. بنابر خاطر همین خداوند با علم قدیمش میدانست که بنده هاش مرتکب گناه میشوند، معصوم از گناه نیستن، چون ملائکه معصوم از گناه، پاک از گناه نیستیم ما، چون که در انسان هم عقل است و هم نفس. بنابر خاطر همین نفس و شیطان همیشه انسان جانب گناه میکشانند. اکنون که
احتمال گناه را از بنده ها صادر شدنش که بود، خداوند گفت که من شما گناهگارها را، ای امت گناهگار، گناهاتون آمرزش میکنم، بنابراین من از من استغفار کنید، آمرزش گناه طلب کنید. حضرت گفتن اگر شما گناه هم میکنید، البته قوم دیگر در روی زمین از بنده های خدا گناه میکنند، مرتکب گناه میشوند، اما وقتی که استغفار میکنن، بعد اینکه پشیمان میشود از گناه های کردشان، با دست میکشن و به درگاه خدا متوجه میشن و از خدا آمرزش گناه طلب میکنن، خدا گناه اونها رو میآمرزد. هر گناهگار، گناه مانند کوه هم باشه، وقتی که بنده صادقانه از گناهش دست کشد و به سوی خدا بازگشت کند و توبه کند و استغفار کند، آمرزش گناه طلب کنه، خدا گناهش میبخشه. مانند کوه کند گناه هم باشه. این خیلی وعده بزرگ، بشارت بزرگ برای امت پیغمبر خدا هست. و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رواه ابو داود و الترمذی و قال حدیث صحیح. در این حدیث عبدالله ابن عمر روایت میکند، میگوید ما در یک مجلس، در یک محفل با پیغمبر خدا می نشستیم، در همین یک وقت، در یک زمان، در یک مجلس. از زبان مبارک رسول اکرم میگه ما 100 مراتبه کلمه رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم، ای خدا مرا بیاموز، ای خدا توبه مرا به درگاهت قبول کن، زیرا تو بسیار توبه پذیر و مهربان هستی. معنای رب اغفر لی و توب علی انک انت التواب الرحیم همین. یعنی زیاده از 100 بار در یک مجلس پیغمبر خدا همین کلمه را وظیفه میکردن، تکرار میکردن. بنابراین اینم درس برای ما که باید کلمه استغفار وظیفه هر روزه من باشد. هر روز باید حداقل 100 مرتبه این کلمه رو تکرار کنیم. استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. آسانه که شمینه. و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب، رواه ابو داود. من در حدیث دیگر فایده استغفار، با بعضی از فایده های دیگر استغفار حضرت خبر دادن. این هم حدیث ابو داود روایت کردگی حدیثه. حضرت می‌فرمایند که هر بنده مؤمنه که استغفار وظیفه هر روزی خود کنه، هر روز گویا که به خدا بازگشت کنه، از خدا آمرزش گناه طلب کنه. کلمه اگه وقتی که استغفار میگویم ما، مراد از استغفار یا لخلقه زبان نه، استغفاری که از تمام وجودت برای هم استغفار قولی می شود هم فعلی می شود. یعنی فعلا هم وقتی که میگه خدا من گناه های من بیامرز، من از گناه ها دست کشیدم به سوی تو بازگشت نمودم و توب الیکه، معناش اینه که من از گناه های خدا دست کشیدم، دیگه با گناه نزدیک نمیشم. یعنی این صورت هم قولا شما استغفار داره، هم فعلا و عملا استغفار. یعنی این نوع استغفار ولی همه گناه ها رو توبه میکنه. اما فقط یک زبان خودی استغفر الله گریم و با هم دنبال گناه رفتن گریم، دنبال معصیت رفتن گریم، این استغفار چی فایده نداره. برای خاطر اول حدیث حضرت گفتن که هر بنده مؤمنه که کلمه استغفار حقیقی را وظیفه خود کند، خداوند چند فایده براش نصیب میگرداند. یکم از تنگی های زندگی خلاصش میکند. یگان مشکلی زندگی داشته باشد، یگان گرفتاری داشته باشد، یگان تنگ حالی داشته باشد، خداوند راهی خلاص شده از اون مشکله، از اون گرفتاری براش مهیا میکرده، مشکلاتش آسان میکرده. اگر یگان غم و هم در دل داشته باشد، یگان نگرانی، یگان اندوه در دل داشته باشد، از این اندوه و غم هم خدا نجاتش میداده، براش کشایش و براش فرج خدا مهیا میکرده. سیوم استغفار فایدهش گفتن خدا از جای برای این بنده رزق روزی میرساند که در گمانش نیست، در گوشه خیالش نمیگذارد. یعنی یکی از فایده های استغفار این کثرت رزق است، زیاد شدن رزق است. بنابراین خصوصا کارگرها، اونایی که رزق طلبند، دنیا طلبند،
استغفار بیشتر کنند رزق روزشان انشاءالله بیشتر میشه. این وعده قرآنی است. خدا در قرآن اینا میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا همون استغفاره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف رواه ابو داود و ترمذی. انا در حدیث دیگر حضرت یا استغفار به ما تعلیم دادن که این استغفار خیلی کمه، لفظ عربیش طولانی تره، معنی همینطور استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. همین کلمه مثلا آیت الکرسی را اولش گویا که در اینجا اضافه شده است. یعنی من آمرزش میخواهم از خدای، از اون معبود بر حقی که هیچ معبود بر حق دیگری جز او در این عالم وجود ندارد. اون ذات زنده که قیوم مثلا بر این عالم است. و اتوب الیه، من از گناهان به سوی پروردگار بازگشت میکنم، از گناه ها دست میکشم، به سوی خدا میرم. وقتی همین کلمه را کسی بگوید خواجگیش هم گوید میشه بعد من از گناهات ای خدا توبه کردم، دست کشیدم، آمرزش میکنم به سوی تو، خدا بازگشت نمودم بود. خداوند همه گناه های او را آمرزش میکرده، مغفرت میکرده. حتی گناه کبیره هم که باشد، مثل گریختن از میدان جنگ با کفار که گناه کبیره است، پشت به سوی دشمن گردانیدن. اگر هم تو گناه هم مرتکب شده باشد، وقتی که این استغفار کند خدا گناه او را آمرزش میکند. وعن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. با در استغفار یه استغفار خاص از پیغمبر خدا روایت شده از روایت بخاری است که این حضرت سید الاستغفار گفتن، یعنی خواجه تمام استغفارها، سید و پیشوای همه یعنی بزرگترین نوع استغفار این استغفار. اگر کسی لفظ عربیش داره خوشا به حالش، هر روز یه مراتبه علی رقم وظیفه کنه گوید، اما مضمونش من به شما میگویم. حضرت گفته همین است، سید استغفار همین است که بنده مومن میگوید اللهم انت ربی، ای خدا، ای معبود برحق، تو پروردگار من هستی، یگانه پروردگار برای من مربی خودت هستی. لا اله الا انت، هیچ معبود سزاوار پرستش و عبادت در این عالم هستی وجود ندارد جز ذات یگانه، جز ذات خودت. من فقط تو رو عبادت میکنم، فقط تو رو پرستش میکنم. خلقتنی، تو هستی خالق و آفریدگاری من، یگانه خالق آفریدگاری من و عالم هستی خدا خودت هستی. انت و انا عبدک، و من بنده چاکر تو هستم، من بنده مطیع فرمانبردار تو هستم، من بنده خوار و ذلیل تو هستم ای خدا. و انا علی عهدک و وعدک ما استطعت، من تا اونه که توان دارم ای خدا بر عهد بندگی، بر وعده بندگی به تو بستم پاورجا هستم. خدایا عهد خود من، عهد بندگی که با تو بستم، وعده طاعت و عبادت که با تو کردم، این عهد و بندگی خودم پروردگار من نمیشکنم. من در عهد بندگیم استوار هستم تا قدر که توان دارم. اعوذ بک من شر ما صنعت، ای خدا من از هر گناهی که مرتکب میشم به تو پناه میبرم. البته شیطان زور ای دنیا مثلا هوا و هوس نفس در برخ دنیا خیلی خرفته میکنه، گاه جایی به گناه میکشه. ای خدا اگر گناهی در من مرتکب شدم باز به درگاه خودت پناه میبرم، برای آمرزش گناه، برای استغفار و برای اون گناه ها به درگاه خودت پناه میبرم. ابو لک بنعمتک علی، ای خدا من به اون نعمت های فراوانی که به من عطا کردی، نعمت های باطنی و ظاهری، ایمان و اسلام و من این نعمت های ظاهری، من به همه اینها مرتبط هستم، اقرار میکنم، اعتراف میکنم خدا نعمت های بیشمار رو به من عطا کرده ای. ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، به گناه ها من خدا اعتراف کنم، و گناه ها هم اقرار میکنم که بنده مقصر هستم، بنده گناهگار هستم. فاغفر لی، ای خدا گناه مرا بیامرز، فانه لا یغفر الذنوب الا انت، زیرا هیچ آمرزنده گناه در این عالم وجود
وجود ندارد جز ذات خود، فقط یگانه خدا گناههای منو میبخشه میامرزه، دیگر احد نیست. حضرت انا همین استغفار گفتم من قالها من النهار موقنا بها، کسی که همین استغفار روزانه اگر یه مراتبه بگوید لیکن با یقین کامل با ایمان کامل بگوید فمات من یومه قبل ان یمسیه، همون روز بیگاه نشده بمیرد. سحر گفت شام نشده از دنیا رحلت کرد، همون روز وفات کرد. همین استغفار سحر گفت و شام نشده از دنیا رفت، مرگش فرا رسید. فهو من اهل الجنه. حضرت بشارت دادن انا من شخصی که همین سید الاستغفار از صبح گفته است شام از دنیا رفته است بیشک از اهل جنت است. این بشارت حبیب خداست، بشارت رسول اکرم است. و من قالها من اللیل، کسی که شب بگوید اگر من وقت شام بعد شام اگر من استغفار بگوید و هو موقن بها با ایمان کامل فمات قبل ان یصبح و هو من اهل الجنه، اینم از اهل الجنه. بنابراین دو وقت گفتن این استغفار سنت بوده، صبح یه مراتبه شام یه مراتبه. اگر صبح گویم تا شام بمیرم همین بشارت بهشتی بودن مشرف میشه. شام گویم با تا صبح اگر همون شب امانتی رو خدا گیرد بازم این بشارت پیغمبر خدا رو نائل میگن. خیلی این بشارت بزرگ است برای بنده هایی که استغفار میکنند.